آماده. ادامه نبرد طالبان با جبهه آزادی در شمال کابل. 8 جنگجوی طالب در کاپیسا کشته و زخمی شدند. عروس طالبان سوار بر چرخبال نظامیان. یک فرمانده طالب همسرش را با چرخبال از لوگر به خص برد. پایان نشست عالمان طالبان بدون دریافت رای حل به مشکلات افغانستان. وزیر داخلی پیشین میگوید که طالب اصلاح شدنی نیست. طلای سیاهی افغانستان به قیمت کلدار در بازار پاکستان اسلام آباد روزانه حدود 3000 تن زغال از افغانستان وارد می‌کند. و حامیان طالبان سرخورده از ملایان قطر میگوید که در افغانستان باید توافق داخلی و آشتی ملی به میان آید. با درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. جبهه آزادی افغانستان با نشر نوارهای تصویری میگویند که نیروهای این جبهه شب گذشته بر قرارگاه طالبان در ساحه قاضیخیل ولسوالی حیصه اول این ولایت حمله کردند که در نتیجه 8 طالب کشته و زخمی شدند. و گفته این جبهه درگیری 1 ساعت ادامه داشت که از اثر آن 3 طالب کشته و 5 تن دیگر آنان زخم برداشتند. جبهه آزادی افغانستان افزوده است که روز گذشته طالبان در حمله بالای نیروهای جبهه آزادی در اندراب و خوست بغلان نیز متحمل تلفات شده بودند. طالبان تاکنون در این مورد واکنشی نداشتند. منابع محلی در لوگر میگویند که یک مقام طالبان برای انتقال همسرش از ولایت لوگر به خوست از چرخبال نظامی استفاده کرده است. این مقام طالبان که هنوز هویتش فاش نشده ظاهراً در ساحه افغانکان روستای شاه مزار ولسوالی برک ولایت لوگر عروسی کرده است و هنگامی برگشت خانمش از یک مهمانی در این روستا به ولایت خوست او را با چرخبال نظامی منتقل کرده است. باشندگان روستای شاه مزار میگویند که مردی در این روستا پس از تسلط طالبان بر کشور دخترش را در بدل 1,200,000 افغانی به عقد این مقام طالبان در ولایت خوست درآورده است. بر بنیاد معلومات باشندگان روستای شاه مزار این فرمانده طالبان از شاخه حقانی این گروه است. آنان میگویند که یک چرخبال نظامی طالبان ساعت 2:30 روز شنبه 11 سرطان با فرود آمدن در روستای شاه مزار خانم این مقام طالبان را به ولایت خوست انتقال داده است. منتقدان این کار را سوء استفاده از دارایی عامه خوانده و آن را در تضاد با سخنان ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نشست علمای طرفدار این گروه در کابل دانستند. و از طالبان خواست که به بیت المال خیانت نکنند و از سوء استفاده آن خودداری کنند. با این حال قاری محمد یوسف احمدی معاون سخنگوی رئیس الوزراء در توییتی گفته است که انتقال همسر یک مقام طالبان در هلیکوپتر از لوگر به خوست حقیقت ندارد و افزوده است رویدادی در آنجا رخ نداده است، این فقط تبلیغات دشمن است. مسعود اندرابی وزیر امور داخله در حکومت پیشین در واکنش به نشست 3 روزه علمای طالبان میگوید که طالبان در جلسه خود چیزی به گفتن نداشتند و چنانچه پیش بینی میشد به خاطر کسب مشروعیت سرگردانند. نامبرده امروز با نشر توییت نگاشته است طالبان روشن گفتند که حاضر نیستند باورهای غلط خود در مورد اسلام، حقوق و آزادی های فردی در یک جامعه متکثر را تعدیل کنند. و باوری آقای اندرابی مسیرهای همکاری با طالبان قطع شده است و حتی حامیان آنان نمیدانند که ریسک ادامه حمایت از این گروه چقدر خواهد بود. او تصریح کرده است مردم افغانستان اما میدانند که طالب اصلاح شدنی نیست و گروه های تروریستی فعال در سایه حاکمیت آنان خطری جدی به افغانستان، منطقه و جهان است. این در حالی است که روز گذشته نیز رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی به پایان نشست 3 روزه عالمان طالبان واکنش نشان داده و گفته بود که قطعنامه این نشست بیشتر به جلسه دستوربندی میماند. باید یادآور شد که نشست ملاها در کابل پس از 3 روز پایان یافت و در قطعنامه پایانی این نشست آنان از موجودیت نظام طالبان حمایت کردند.
روزنامه دانی پاکستان گزارش داده است که پس از دستور شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در مورد افزایش واردات زغال سنگ از افغانستان با عرض کلدار، اکنون این کشور روزانه حدود 3000 تن زغال سنگ از افغانستان وارد می کند. این روزنامه امروز یکشنبه 12 سرطان به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داده است که پاکستان پس از دستور نخست وزیر این کشور واردات زغال سنگ از افغانستان و ارسال آن به نیروگاه‌های تولید برق را آغاز کرده است. این مقام پاکستانی علاوه کرده است از چند روز پیش پس از اینکه دولت به اداره‌های مربوطه به ویژه رای آهن پاکستان دستور داد تا اقدام‌های خاصی را برای عملیات حمل و نقل ایمن و سریع زغال سنگ فراهم کنند، واردات زغال سنگ از افغانستان آغاز شده است. او افزوده است که در حال حاضر روزانه کمتر از 3000 تن زغال سنگ به ایستگاه رای آهن خوشحالکوت آورده می شود و انتظار می رود که پس از آغاز عملیات واردات زغال سنگ از کندیان در منطقه میان والی و سیبی در بلوچستان عرضه زغال به 20000 تن برسد. این در حالی است که وزارت مالیه حکومت طالبان پس از دستور نخست وزیر پاکستان قیمت هر تن زغال سنگ را به $200 افزایش داد. جوار السویدی نماینده قطر در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته است که باید برای توافق داخلی و آشتی ملی در افغانستان تلاش شود. رسانه‌های قطری امروز یکشنبه 12 سرطان به نقل از بیانیه خانم السویدی نوشتند که او عملکرد طالبان در زمینه آموزش دختران را منفی عنوان کرده و بر اهمیت آموزش دختران در افغانستان تاکید کرده است. نامبرده افزوده است که بسته ماندن مکتب‌های دخترانه روی حقوق بشر، توسعه و اقتصادی افغانستان تأثیر منفی می‌گذارد. خانم السویدی علاوه کرده است که پیشرفت افغانستان مستلزم اتخاذ تدابیر مؤثر و فوری برای کاهش اثرهای انسانی بحران موجود بر تمام قشرهای جامعه به ویژه زنان، دختران و کودکان است. این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که با روی کار آمدن طالبان دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند و تشکیل جبهه‌های نظامی علیه طالبان نیز روز به روز در حال افزایش است.